بار دیگر درود میفرستم به همه اونهایی که این لحظه ها رو در آزادی ویدیو کانال مستقیم رادیو آزادی در یوتیوب تماشا دارم. شالای گل خوجا هستم که چون همیشه در همین وقت برای شما سرخطی خبرهای روز رو میگویم، موضوعی که در برنامه خبری مطرح میشوند، البته با علاوه اون مطلبی که تا 3 ساعت دیگر، یعنی ساعت 1 با وقت پراگ، ساعت 5 با وقت تاجیکستان و ساعت 3 با وقت روسیه به دست ما میرسد. توجیکستان در 3 سال آینده از چین قرض نمیگیرد. در این باره وزیر مالیه کشور امروز ضمن نشست خبری در دوشنبه صحبت کرد. با گفته این مقامدار، انتقادها درباره آنکه قرض زیاد دوشنبه را وابسته پکین میکند درست نیست. تفصیلاتی از این بیشتر رو در برنامه خبری برای شما پیشنهاد خواهیم کرد. تنها همین رو درست میشوم که فعلا دوشنبه از پکین بیش از 1 میلیارد دلار قرضدار میباشد. منتقدان میگویند توجیکستان باید شرایط سرمایه گذاری برای همه کشورها را فراهم نماید و کشورها وابسته سرمایه چین نباشند. عیب مسنجرها بوده است. کمیته اندازی توجیکستان سبب کم شدن درآمد شرکت‌های موبیلی و پر نگشتن بودجه را به افزایش استفاده از مسنجرها ربط می‌دهند. خانواده‌ها در گذشته برای تماس با مهاجران از تلفن موبیلی استفاده می‌کردند و هر 1 دقیقه آن نه کمتر از 1 سومانی و 20 درم ارزش دارد. اما 4 سال اخیر این صحبت‌ها اکثرا توسط مسنجرها به مثل وایبر و واتساپ، ایما و یا دیگر پیام‌رسان‌ها انجام می‌شود که البته با خرج کمتر گفتگوی بی‌محدود را فراهم می‌آورد. ساکنان بیشتر به چی برتری میدهند؟ صحبت‌های تلفنی و یا استفاده از مسنجرها؟ پاسخ را در برنامه خبری منتظر باشید. قرار است امروز حکم رهبران سابق شرکت منزل دسترس اعلان شود. قبلا دادستانی برای نورالله نعیمов، رئیس پیشین شرکت منزل دسترس، 22 سال و همراهان او از 10 تا 18 سال زندان را طلب کرده بود. مقامات آنها را برای از خود کردن پول مشتریان متهم میکنند. دادستانی شهر دوشنبه قبلا گفته بود که ده‌ها از مشتریان این طرح شکایت کردند که مسئولین منزل دسترس از آنها پول گرفته و اما آن را به خزینه این لایحه وارد نکردند. سرنوشت پناهندگان دونگان در آسیای مرکزی را ما همچنین در برنامه خبری پیشنهاد شما خواهیم کرد که در آن تاریخ کوچبندی این قوم از چین به قزاقستان و قرقیزستان و حوادث اخیر جنوب قزاقستان تحقیق شده است. یادرس می شوم که هفته گذشته یک مناقشه باعث شد که در چندین دهه ولایتی جنوب قزاقستان برخورد میان دونگان ها و قزاق‌های محلی به وقوع پیوست. در نتیجه آن 10 کس کشته و مال و ملکی زیاده نابود کرده شد. مقامات روسیه تصمیم گرفتند که به یک عائله سرفرزند توجیک در فرصت کوتاه حق اقامت دائمی به مهلت را فراهم آورد. این خانواده در ولایت مسکو به سر میبرد و از 11 فرزند عبارت است. مقامات وزارت کارهای داخلی ولایت مسکو میگویند آنها ماه سپتامبر سال گذشته از شهروند تاجیکستان عبدالمنان ستاروف درخواست درباره دریافت حق اقامت دائمی را قبول کردند که طبق قانونگذاری بررسی آن نیم سال را در بر میگیرد. ولی این خانواده در صحبت با رسانه‌ها درباره زندگی مشکلشان قصه کرده و از مقامات خواستند در گرفتن سند بود و باش در فرصت کوتاه‌تر برایشان مساعدت کنند. گفته می شود حالا این خانواده از کمک‌های اجتماعی برخوردار بوده. بعد دریافت حق اقامت به مهلت می توانند برای صاحب شدن شهروندی روسیه در شکل ساده شده مراجعت نمایند. و بینندگان عزیز، البته موضوعی از این بیشتر هم هست که منتظر شما در برنامه خبری میمونیم تا اینکه شما این گزارش‌ها و خبرها را از ما ببینید و بشنوید. فراموش نکنید 3 ساعت بعد ما شما را در بخش مستقیم منتظر خواهیم بود. تا اون وقت روزی با قرار داشته باشید.